سلام، یه ادیت عکس پرسونالی بزنیم. اولین کاری که میکنیم کراپ عکس پرسونالی رو 3:4 میذاریم. چون زمینه عکس سفید و یک دسته، با عصای جادویی میتونیم انتخابش کنیم. در غیر این صورت Select Subject فدر میدیم و دیلیت. اینجا فیلتر لیکویفای انتخاب میکنیم. اطراف مقنعه رو صاف و مرتب میکنیم. اینجا برای از بین بردن گیره زیر روسری از ابزار کلون استمپ استفاده میکنیم. واسه روسری طرحداری که مشتری میپوشه، معمولا عکسای پرسونالی و اداری باید مقنعه سر مشتری باشه. اگه روسری داره این مراحل رو انجام بدید و تبدیل به مقنعه‌اش کنید. اول کل روسری انتخاب میکنید، بعد فیلتر گاشن بلار، بعد با کنترل M تیرش کنید. برای روتوش صورت پوست رو انتخاب میکنیم و چشم و ابرو و لب و بینی رو جدا میکنیم و فدر میدیم این مرحله. و از ابزار فیلتر گزینه کامرا را رو انتخاب میکنیم. توی گزینه‌های کامرا را قسمت تکسچر و کلاریتی رو انتخاب میکنیم و حدوداً روی 30 میذاریم و اوکی میکنیم. اینجا برق صورت رو با ابزار هلینگ حذف میکنیم. واسه پررنگ کردن لب اول لب رو انتخاب میکنیم، فدر میدیم، حدوداً فدر 10-11 و با کنترل M دستگیره رو به پایین میکشیم و لب پررنگ تر میشه. واسه کم کردن اشباع رنگ اول پوست رو کامل انتخاب میکنیم، فدر میدیم و با کنترل U رنگ رو یکم کم میکنیم که پوست طبیعی تر باشه. اینجا ابزار براش انتخاب میکنیم و تیرگی های پوست رو از بین میبریم. برای تیره تر کردن ابروها اول انتخاب میکنیم، فدر میدیم و با کنترل M دستگیره رو به پایین میکشیم و ابروها پررنگ تر میشه. عکس رو واسه اینکه جذاب ترش کنیم برایتنس میدیم و ایمیج ادجاستمنت لول
دستگیره ها رو باش بازی میکنیم تا بهترین شکل تصویر رو به همون بده. اگه تصویرمون خیلی رنگش زیاد بود انتخابش میکنیم، کامرا را و گزینه وایبرنس رو انتخاب میکنیم. اینجا یکم دیگه براش میزنیم و پوست رو یه دست میکنیم. اطراف لب رو با ابزار هلینگ تمیز و مرتبش میکنیم. دوستان اگر سوالی داشتید در کامنت ها بپرسید، جوابتون رو میدیم. اگه این ادیت رو دوست داشتی حتما لایکش کن و منو خوشحالم کن.